سمنک نظر چی هست؟ سمنک نظر بهار است. مشرکا گردش قطار است. ای خوشی سال یک بار، ای شرک ها سال یک بار است، سال دیگر در دوزخ. بهار مخلوق است، نظر عبادت است نیست. نظر بر کی کرد؟ اما علا قلوب اقفالها، قلبشان قلف است. قلبت قلف است. قلب یک کافر است، قلب یک جاهل است، قلب یک بیدین است. اگه قلب یک مؤمن است، چرا تدبر نمیکنی در آیات قرآن؟ چرا یک صد فکر نمیکنی؟ چرا امیر بر اولادای در خانه نمیگه که الله در قرآن گفته که ایاک نعبد؟ پس نظر به نام مخلوق نیست، سجده در مقابل مخلوق نیست.